اشتباه ترین کاری که توی سالن های زیبایی انجام میشه. شاید با این صحنه زیاد مواجه شده باشین و اتفاقا خیلی هم خوشحال شدین که این وسیله رو داره برای من ضد عفونی میکنم، با اینکه باید بهتون بگم این اشتباه ترین کاریه که تو سالن های زیبایی انجام میشه. متاسفانه ما فکر میکنیم وقتی یه آلودگی واضحه مثل خون یا سایر آلودگی‌های بدن روی ابزار دیده نمیشه پس ما میتونیم اسپری بزنیم و اونو ضد عفونی کنیم، با اینکه این اشتباهه. آلودگی‌های نامرئی مثل پروتئین‌های خون و یا ترشحات بدن میتونن اثر گندزدا رو کم کنن و روی ابزار باقی بمونن. یعنی در واقع یه ضد عفونی کننده مثل الکل میتونه باعث بشه که پروتئین خون روی ابزار فیکس بشه و دیگه از اون وسیله جدا نشه، به اون وسیله بچسبه، تشکیل یه لایه بده و حتی باکتری‌های خطرناکی مثل سودوموناس و استافیلوکوک هم بیان تو این لایه رشد کنن و برای خودشون پارتی بگیرن و تشکیل بیوفیلم بدن. یک قانون غیر قابل چشم پوشی ما تو امر ضد عفونی کردن داریم، این که باید هر وسیله یا ابزاری رو اول خوب شستشو بدیم، اصل آلودگی رو از بین ببریم، بعد ضد عفونیش کنیم، حالا به هر طریق. اون وسیله رو اگه شستشو ندین، شما حتی توی اتوکلاو هم بذارین، اون وسیله ضد عفونی نشده و جون مشتریمون رو میتونه به خطر بندازه. شستشو حالا با یه ماده آنزیماتیک از اگه بود چه بهتر، اگه نبود با یه شوینده خیلی معمولی مثل مایع صابون یا دستمال‌های مرطوبی که برای تمیز کردن استفاده میشن میتونین اول اصل آلودگی رو پاک کنین و بعد ضد عفونیش کنین. احتمالا شما این صحنه رو توی سالن‌های زیبایی خیلی زیاد دیدین. لطفاً تجربیاتتون رو برام کامنت کنین و میدونید که این پست چقدر مهمه، خودتون اصرار کردین پستش کنم، پس لطفاً منتشرش کنین و برای دیگران ارسال کنید.